ماشین خوشروی بوده است، لیکن متاسفانه یک در دارد، این نمیشه. حالا شوکت چه حال داری؟ حالی ما از تو وابسته است. چی کار داری؟ چرا چی کار دارم؟ برادر، من شوکتم. برادرت با شخصی که پگاه توی دارد با من ماشین عروسی وعده دادی. چی شد؟ ای خدا شوکت، این کار حل است. فکر کن که این ماشین رو من گرفتم، خاطر نباش. اکا بو یگون کمبودی نشود. نه شوکت، مثل کودکان گپ نزن برادر. ماشین در دست من است، وعده دادم و وعده‌ام وفا میکنم. چی با من باور نمیکنی؟ پرسیدن عیب است، لیکن ماشین رو از کدام رفیقت میگیری؟ پرسیدن عیب که باشه چرا میپرسی شوکت؟ ای خدا، رفیقم رو نمیشناسی، از پای کارهای خودش شو جوره جان و بچه خوب است، وعده داد وفا میکند، خاطر نشو. شوکت رفیقم با ماشین خودش آمد. اگر ماشین رو ببینی جوره دهانت آب میکشاید. ماشین خوشروی ترینی عروس و داماد از آن خودت میشود، خاطر نشو. ای جوره جان یا لوبلی تی بیاده. ای آهسته و احساسات داده نشو جوره. خیر مالش، حالا باشد من ماشین رو میگیرم و پگاه در توی با میخوریم. میگوین که سالها گذرد هم چشم دیگر نمیشده است. در حقیقت چشمان دیگر نشده است. خودت هم دیگر نشده ای. شام بخیر. حیات بسیار عجیب میباشد که ما رو با مرور زمان دوباره باز به هم واخورم. میبخشید ما با هم شناسیم. ایده تو چی برا نشناختی؟ خدا چی گم است؟ ایده گفته میبخشید شما مرا با کسی مانند کردید. نه اینطور نیست. یک چیز میپرسم، تو در پاریس در دانشگاه ملی میخوندی؟ نه، دانشگاه اسلامانی تاجیکستان رو ختم کردم. ما رو ببخش که خطا کردم، در نزد تو شرمنده شدم. و فکر من دیگر برای تو نگاه کردن نمیتوانم. آدمان رو خدا جفت می آفرد. انا به همین شب باوری پیدا کردم. در حقیقت با برنامه مانندی داری. با برنامه؟ همه پیش ایلا گفتید کو؟ ها، نام دختر ایلا بود لیکن خودش رو برنامه گفت. یک دختری عجیب بود. مالش استراحت خوش، من میروم. تشکر زیاد. و شما هم آدمی عجیبی بوده است. بخشش در چشمانتون لینزه مانده؟ نه، این چشمانی خودم. اوه، رنگش کبودی زیبا بوده است. کجای چشمانم کبود است؟ پایانش استراحت خوش. برادر یک پیاله شیرچای ریز. الو نشونیده ایستادم. فهمیدم. در چشمانت لیزه مانده یا نه؟ کاری شما نباشد. و بیرون برایم زنگ بزنم. برای زنگ زدم و بیرون میبرایم. ای سلیمه، برای تو. شام بخیر. نگاه کن، موی لباس بیده است. این کی باشد؟
کنه ببینیم چی دارد. خدا جان به همیان نگاه کن، تماما خالی است. این چی نمود بایگری می باشد؟ فقط کارت دارد و خلاص. در دکانهای ما کارت را قبول نمی کنند. این را بین، مردم دوز را در کیسه خود گرفته است لیکن خبر ندارد. این کار نیست که شما خاطر شوید. پروا نکنید، کمتر پس طریق کامراها موشنتون پیدا می شود. آقای پلیس، شما مرا نفهمیدید. من فکر ماشین را نه، فکر آن مرد را کرده ایستادم. کامراها را از نظر گذروندید؟ بله، به کامپیوتر شما فرستادم. پس برای چی خبر نمیدهید؟ با دقت کارمندان BDR رسانیده می شود. رقم ماشین 34 GR 8532 می باشد. دوست کالتاکالوس است. ایتوار فهمیدم. حالا شوکت، از جوره هم ماشین را گرفتم و اگر تو آن را ببینی هوشت می رود. اینجا تنبه بوده است، باتر زنگ می زنم. کالتاکالوس را پیدا کردم. زود رفتیم. کالتاکالوس را پیدا کردند. خونه او را تعقیب دارند. خواطر نباشه جناب، ماشینتان را 2 دقیقه پس به شما میسپاره. آن آدم را دیدن میخواهم. فهمیدید؟ ماشین ها را آماده سازید. زود باشه. راه شوید. 3811 بیان فرزاد. 3811 بیان فرزاد. اینو بینه ها، ساعت 3 شده است. بسیار خوب کردم. باشی امروز توی است. اکا اینجا شدی منو شرمنده نکنی. الو جورا جان، الو جورا جان، جواب ده. التماس پگو دیر نکنی. در هیجان میبوشم، شبانه خوب نکردم. برادر کجا شدی؟ الو، خواطر نشو شوکت. گفتم میوایم، البته میوایم. میدونم خواطر نباش عزیزی برادر. در ساعتی گفتگی هم در اونجا میشوم. تمام. میدونم بسیار مهم است، اما آمده نمیتوانم. حاضر 1 دقیقه. چی شد؟ سردارم، ماشینی را که کلاس دزدیده است تا حال ناپدید است. ای آدم را باید امشب پیدا کنید. تا وای آدم را پیدا نکنید اون کس به خانه‌اش نمیرود. مرا فهمیدید؟ روی مرا خبردار کردید. اطاعت. الو زنک جان، کلاس را جستجو دارم. خب مایلش البته میگویم. از کلاس خبری شد؟ نمیدونم. از ماشین دیده پلیس بسیار است. جناب، گاستوکی سرخ رو بر میکنید؟ نه عزیزم. لباس های کهنه‌تان رو در برخالتا گیرم جناب؟ نه، لباس هایم رو نمیگیرم. برای شما بخشیدم عزیزم. جناب پولی لباس ها رو ندادید. میدانم. چی گفت؟ میدانم گفت. چی رو میدونست است؟
میدونم آدم تو این درجه نقلی میشود است. بس است اکنون فقط کلاس با زادروز زهرا رفتن دیر کردیم. جستجوی این مرد رو بس کن. چه میگویی هله؟ کار من جنایتکار را دستگیر کردن است. در استانبول تنها همین مرد جنایتکار است. تو فقط همان کس رو دستگیر میکنی. او رو به دیگر کس گذار، از پس دیگر کس شو. میشود. این دفعه البته دستگیرش میکنم. این رو میبینی. اکا جان تمام گلها رو چسبوندم. تمام شد؟ حالا تمام نشده است. در قفای ماشین هم گل گذار. اکا این ماشین خودش گل است، چرا گلی بسیار میچسبونی؟ اوه خدای ما. ای بچه پر گپ نزن. مشتری چیزی گفت همون رو اجرا کن. من هر روز ماشین رو آران نمیدهم کو. در یک سال یک مرتبه چیزی که خواهم در کجایش که خواهم میگذارم. گپ نیست برادر. من شامپول باید پرداخت کنم. نرخش 5000 لیره است. لیکی برات برای خودت 3.5 ته میشود. 3500 لیره؟ آجون حاضر؟ توبه، پولم رو فراموش کردم. حجت های ماشین رو دارم، در دست شما استد پول آورده به این میگیرم. حجت ها آماشین میبرن محکم میکنن. آها درست میگویی. قریب بود که این رو فراموش کنم. به حجت ماشین رو رانده نمی شود. شما ما رو از یک شکنجه خلاص کرده و بده چطور میفهمانم اونهای رو نمیفهمان. اگر دیر کنم توی دیر می شود. حیات نوجوان ها رو نباید سوخت. اگر باور میکنی تو در حقیقت آدم نیک بوده ای. قریب بود که حجت ها رو فراموش کرده رفته بودم. برادرم دست درد رو نبیند. دست شما هم درد رو اکنون رفتیم. تشکر برادر. یه بچه پول ندادی کو؟ این حیوان کی بود؟ نمیدونم کسی بود باب مون کرد. بونال از تو التماس میکنم این شب آیدی کلاس سخن نگو. شنیدن نمیخواهم. زادروز زهرا رو برباد نده میلش. بله اینجا من عیبدار میباشم که ما رو یک چند بار راندن باز رفته ایستادم. یگون کس تو رو نرونده است. تنها به گپای بابایم اعتبار نده. کمتر وزنین شوی چیکار میکند؟ حاله من چقدر که وزنین شوم هم یگان چیز دیگر نمیشود. باز کاری میکردش رو میکند. حالا میبینی. اما اگر امشب هم مرا براند قسم میخورم که اونجا بار دیگر نمیروم. میفهمی؟ بار دیگر نمیروم. دیگر این طور نمیشود. اگر میشد زهرا ما رو دعوت نمیکرد. لیکن بابا نمیشود گفتم. وای پلیسی ناآدم به این خانه نخواهد قدم گذاشت. لیکن بابا من آنها رو دعوت کردم. چی؟ دعوت کردی؟ به اجازت من چی خیل دعوت کردی؟ اپام رو در شب نشینی زادروزم دعوت نکنن؟ من اپات را دعوت نکن گفتم؟ اگر تنها اپام رو دعوت کنم میدونید که اپام زیق میشود. تو میدونی که با وی آدم خاندار شدم مرا چقدر زیق کرد. آخر بابا جان همش شده گذشت. شده گذشت میگویی؟ یک چیز را بدان دخترم، از وی آدم به من فایده نیست. در حق مردی که عمرش 6 ماه مونده است تو چی گفته ایستاده ای؟ 5 ماه و 23 روز، عمومیش 173 روز. تو روزهای بابایم را حساب میکنی؟ جانم تو همیشه روزهایی به شمار بابایم مانده است نمیگویی؟ چخیل تو این طور گپ میزنی نمیفهمم. وای مرد به ما هم مادر و هم پدر بود. همه چیزی ما همان است. جان از شماردنم قرار کردی لیکن خدا چنان گم میزنی که گویا او میمرده باشد. مایلش شد تمام بس کن. بابا جان التماس مرا نرنجانید. التماس بابا جان. مایلش لیکن وی آدم 24 ساعت به تو دعای خیر باید کند. اگر نمی بودی او هرگز به این خانه قدم گذاشتن نمیتوانست. قدم گذاشتن نمیتوانست. بابای جانم دیلو جانم. زهرا اگر خانه دار شوی بدان که من در قبرم راحت میکنم. بابا جان مهمون ها اومده ایستاده. من رفته پیش بازگرم. اینجا بشین.
زود موضوع را عوض نکن. مرا گوش کن. وقتی که از این مسئله گویم زود موضوع را دیگر میکنی. بابا جان من مهمان را بشین بگذار مهمانان انتظار شوند. اما من انتظار شدن نمیتوانم. پیش از مردن میخوام ببینم که تو با کی آیله دار شده ای. آرمانی ماندن نمیخواهم دخترم. آخر بابا جان من یگان کس را دوست نمیدارم. امروز نیست، پگاه نیست. تا کی تنها میگردی؟ عمرم به جای رسیده است دخترم. زهرا، یا میخوای که من بمیرم و تو بد خانه دار شوی؟ بابا جان خدا نگاه دارد. اگر اینطور باشد مردنم را که نخواهی، آرزوی آخرینی مرا اجرا کن. بابا دیگر اعتراض نکن. خانه دار شو. حالا شوکت ای بچه کجا شدی تو؟ برادر جان متاسفانه من آمده نمیتوانم. میگن که وعده دادی وفا کن، قول دادی اجرا کن. گپ نیست ده همه روز تو مرا اگر احمق کنی. ای بچه آمدم کمان. چه ترسیدی؟ نه ترسیدم. در کجایی؟ نترسیده در محلا. تلفن رو خاموش کن، من آمده استادم. زهرا کجا گشتی؟ همه تو رو انتظار است. برای چی تبت خیره می باشد؟ چه بابات رو راضی کرده نتوانستی؟ نه راضی کردم. هر دویشان هم می آیند. این خیل باشد چه مشکلی داری؟ بابایم میخواهند که از مردنشان پیش من آیله دار شوم. هیچ گپ نبوده است گو. من فکر کردم که باز یکون گپی نو شده است. یعنی این دفعه قرارشان قطعی است. چنان قطعی بود که برای اول این تر رو میبینم. حیرانم چی کار کنم. حالا این را فکر نکن. در بیرون تو رو انتظار می باشند. از این برمیاد که آقای اکرم تا نبیره دیگرش را اویله دار نکند با اون طرف سفر کردنی نیست. خوش آمده. تشکر. زاد روز مبارک زهرا جان خوش آمده جانم. از سحر این جانب قراری چی پوشیدنم را دادن نتوانستم. من چرخ بیزن کنی؟ بسیار زیبا شده ای. این شب تمام شود و خلاص شوم. اگر بابایم نمی بود یک دقیقه هم در اینجا نمی ایستادم. برای چی؟ خب کن. چقدر آمده است. به نزدی او می روم. چقدر را تو دعوت کردی؟ من دعوت نکردم، او خود رو دعوت کرده است. چه خیل؟ با من گفت که من هم به زادروزی زهرا روم. من با اون گفتن نتوانستم. سیلین میدونی که با من معقول نیست. برای چی دعوت کردی؟ چی کار کنم؟ وای هم کارمان است. باید نمیگفتم. بله مرا در حیرت گذاشتی. چقدر؟ میلیس تو هم در همین جایی. خوش آمدی. میلیس جان با اجازه تو رفته از زادروز دو رو تبریک می نمایم. زهرا برای دعوت کردن به شب نشینی زادروزت تشکر. آقای چقدر آباد باشید. اپام باید نام آمدن. شما صحبتتان رو ادامه دادن گرید. من آنها رو پیشواز میگیرم. خب
برادر اگر یک دقیقه دیگه دیر میکنی تلخکف میشینیم با خدا. دوستم من در این روز خرسندیت سرت رو نمیخواهم پس برادر جون تبریک میکنم. تبریک. کی؟ اکنون میرخصه بس بچم از میلگی خوش آمدی. کنی با تو یک نگاه کنم. با تو چی شد؟ غمگین می نمایی؟ یگون مشکلی نداری؟ نه همه خوب است. تنها کمک مونده شدم به همین خاطر. تنها مونده شدی؟ البته. بابایم رو راضی کرده توانستی؟ راضی کردم خاطر نشم. خیلی خوب. یک دقیقه زهرا کی را راضی کرد ایستاده است؟ اگر یگان مشکلی باشد بهترش من از حاضر میروم. نه جون یگان مشکلی نیست. اگر تو یگان کم بودی نکنی همش خوب میشود. یزن خوش آمدید. خوش باشی. یزن برای چه زیغ می نماید؟ از سحر باز در کفتوکوی کلاس می باشد. این دفعه انیق او را دستگیر می نمایم. دیگر از دست من گریخته نمی تواند. شما فقط درباره همین گپ میزنید. نفهمیدم کلاس رو دستگیر کرده چی کار میکنید؟ جانم این کلاسی تو میدونستگی نیست. انسان است. انسان؟ انسان ما میدونستگی نیست. دوست می باشد. دوست خانه و در ندارد، خشتبار ندارد. قریب که دستگیر میکردیم لیکن زاد روزی تو بود. جانم تو امشب مگر وعده نداده بودی که اویدی کلاس دیگر گپ نمیزنی؟ او زهرا جان تو خودت شاهدی. آیا موضوع کلاس رو من کشادم یا او کشاد؟ هیچ کس نکشاده است. من کشادم. من مرحمت. زاد روز مبارک زهرا. خیریت که تولد شده ای. زاد روزت مبارک باد. بابا جان تشکر. تو به من از همه هدیه کلانت را آماده ساز. کلاس هلو هم دریافت نشده است. مادر انگشتری های زهرا رو دیدید؟ عمرت دراز با دخترم. زاد روزت مبارک. برای جلب کردن دقت چقدر این طور رفتار کرده ایستاده است. عجینه. تبریک میکنم جون. تشکر به شما. البته که هوا بلندی میکند. نگاه کن چشمی آقای اکرم بغیر از او دیگر کس را نمیبیند. من نمرده خانه دار شو گفته است. در گرد اطراف نور پاشیده ایستاده. زاد روزت مبارک باشد. تشکر به شما. این یک، این دو و این سه. برادرم اینش از من به تو هدیه. همیشه شاد و خرم باشی. خوشبخت باشید. تشکر برادر جان. بابا جان با یزنم خوش آمدید نمیگویید مگر؟ گوش کن. از خانه نراندم بس نیست؟ بابا جان اونان رو مجبوری به این بزم آوردم وگرنه خودش نمی آمد. تو برای چه خورسند می نمایی؟ تینجی است؟ یا برای جدا شدن قرار دادی؟ بابا جان سیمایت رو خوش کن. حالی نمیبینی که آدم درهایش رو در روی محکم کرده است. اینجا آمدنی من از اول خطاب. خنده کن. برادر من نمیدونم تو رو چطور راضی کنم. سفسطم نخواهد شوکت. تمام خرشوی این مهمان خانه پرداخت کرده شده است. کیف و صفای یارتان بود. رو گرد.
من از تو میندارم برادر. خدا در پناهش تو را نگه دارد. خوشبختی ها را آزمودن در کار. خوش باشید. تشکر. گپ نیست برای. خوش باشید. بیا تیز بریم اصلا. اوی آیسته ایسته خیر. وضعیت چگونه است؟ حالا همون رو پیدا نکردیم. فهمیدم. کلاس در کدام شکافی در اومده باشی؟ زورو جان با تو چی شد؟ برای چی تو اینقدر غمگین مینمایی؟ یگان واقعه رخ داد. اپا جان بابایم خواست که پیش از مردنش خواهشش رو اجرا کنم. نمیدونم چی کار کنم. میدونی او باید زخم نشود. از یک طرف فکر کنم بسیار خوب شده است، وگرنه تو نیت خانه‌دار شدن رو نداری. اپا اقلا تو همین طور رفتار کن. شوخی کرده ایستادم. تو زخم نشو، من رفته با او گپ میزنم. اپا ایست، تو گپ نزن. میدونی که از زن با او مشکل دارد. ایست! تو کیستی؟ در خانه من چیکار کرده ایستاده ها؟ با خدا که به خونه شما بودنش رو نمیدونستم. اینجا خانه من است. البته اینجا خونه شما من نمیدونستم. ارتیسی نکن. تو را که اینجا روان کرده؟ با خدا که یگان کس من رو روان نکرده است. تو برای کی کار کرده ایستاده ای؟ من برای یگان کس کار نمیکنم، حتی برای خودم نیز کار نمیکنم. تو با من حاصل میکنی ها؟ اکا استغفرالله، من با این حالم چطور حاصل کنم؟ سلاح نشان گرفته من چطور حاصل کنم؟ همین سلاحتان رو از دستتان بگیرم و به طرف شما دارم، شما هم حاصل کرده نمیتوانید. خب کن، من حاصل شاهانه میکنم. شاهانه حیوان. میدونم حاصل میکنید، لیکن حلاوت برده نمیتوانید. تو چه خیلی انسان هستی؟ باز خلط مرا پوشیده ای ها؟ بکش! فهمو اگر مشکلی در خلط باشد مرحمت حاضر. تو چکار کرده ایستاده ای؟ پوش! پوش زودتر. تو دوستی چی تو؟ تو دوست هستی ها؟ کنی گپ زن زودتر. من دوست نیستم اکا، لیکن خونه هاتم در مده یکشن روز ایستادم برای اینکه این خونه خالی بود. میشه هم نایستادم. امروز دیروز باز روز دیگر سحری. اکا جان بیا اینطور نکن. اکا جان اگر خواهی زود میروم.
در آنجا رسم را تا وقتی؟ چی؟ رسم را میگویم تا وقتی؟ اکا من وقتم در جای نقض نبود، برای همین اینجا وقتم. اینجا میخ داشت، اگر میخ نمی بود در دیگر جا هم میوختم. این بی‌ناموس به من خیانت کرد، مرا به دیگری عوض کرد. به من بر این آدم مگر این کار لایق است؟ اکا جان من، تو لایق چون خیانت نیستی. اگر یک قدم نزدیک شوی تو را میپرانم. تو چی گفته ایستاده ای؟ بیپران، من خودم کشتنی بودم. بیپران، پران مرا زود. اکا نکن این کار رو، مرا گناهکار میکنن. اکا ایست، نکنم این کار رو. اکا الجموز، نکن این کار رو. اکا 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 تو چکار کردی؟ حاضر رفتن در کار، از اینجا رفتن در کار زودتر. حاضر تو چی اندازه دیوانه بودی؟ من نفهمیدم. الله زود یاری تجلیلی روان کنید. حادثه ناخوش روی داد، سراغ را نویسید. زخمدار رو به بیمارخانه روان کردیم. حرکت کنید. اکا کاغذ سفید داره؟ ما این از تو. تشکر. زودتر از پسی وای، زود. چی؟ در کجا؟ زود میویم، از دست نرود. جانم چی شد؟ کیلس رو یفتن، من باید حتما روم، حتما. سفسطه نخور، به خود بیا. حله، التماس. زهرا، عذر میخواهم، من باید روم. این برای من بسیار مهم است. زهرا جو مرا ببخش، این دفعه انیق کیلس رو دستگیر می نمایم. هنال ایستا. این اشتر کجا رفته ایستاده است؟ گرد و اطراف را محکم کنید. بسیار شدند. حله؟ برای چی اونال سروسیما رفت؟ نمیدونم ینگه جون. شاید یگان کار داشته باشد. من میگفتم تو باشی باور نمیکردی، حالا باشد دیدی؟ بابا جان، یزدان پلیس است، آدمی دولت. شاید یگان کاری ضرورش برآمده باشد. کاری از همه ضرور از او جداشتن هلی می باشد. از این کاری ضرورتر نیست. بابا جان، من شما رو نفهمیده ایستادم. میخواهید اپم جدا شود، لیکن شوهر کردنی من رو میخواهید. به فکر شما در اینجا ضدیتی نیست؟ تا با آدم قانوندان عائله برپا کردن با آدمی که از قانون گریزان از خانه دار شوی بهتر است. گاز را پخش کن، تیز را، تیز. زود حرکت کنید. او را پیشگیر کنید. زود باش، میگریزد.
گرد و اطراف را محکم کنید. کلتکیلاس تو رو احاطه کردن. با خوبی تسلیم شو. به یگون نامعقولی از ماشین فرار. حرکت کنید. رفتیم. کلاس حیوان کلاس کلتکیلاس پهن شوید. جستجو نماید. زود دستگیرش کنید. ای وای همه یاری کنید. یاری دید. برادر یاری دید. در اون خونه تیفل است. تیفلی خوردکک. زودتر در سوختار خاموش کن و زنگ زنید. التماس کی دور تلفن برای ریگه زنگ زنید. کودکم در بلومان. کودکم رو خلاص کنید. چی شد؟ برادر در اون خونه یک کودک است. یک تیفلی خوردکک. زودتر اون را نجاته. ایشالله برکه میابی. چند ماه آمد؟ خوشو نیستیم. کودکم در اونجا مان. کودکم رو خلاص کنید. التجا میکنم. ای وای همه دخترم. ای خدا این چه روز بود که بسری ما آمد. ای خدا چیکار میکنه تو؟ او من کجا رفت؟ آخر من کجا رفت؟ چیکار میکنم؟ این مرد کجا رفت؟ این چه روز بود که بسری ما آمد. کودکم در بلو. کودکم رو خلاص کنید. التجا میکنم. نترس بیا. یک گپ نیست برادر. بخشو مزرده او بیای کلیسه خوشم میفوره. یک کام تا بزن بچه سرت میسوزه. تز برو. کودکی من آورده باشد. خدا کودکم رو خلاص کن. التجا میکنم. کودکم رو نجاتی پروردگار. آفرین. تشکر اکا. تشکر بکو جانم. آمد باشی ما اکا اینجا بی جانم. نجات داده. شیرینکی من. تشکر بکو برادری عزیز. تشکر بکو. خدا برکت دهد بکو. پروردگار نگهبانت باشد. کودکم رو خلاص کردی. نگهبانت باشد. برکت دهد بکو پروردگار. برکه یابی پسرم. برکه یابی. تو ما را نجات. تشکر زیاد برادر. آفرین. ما این نیکی شما رو هیچ دستگیر کنید. گرید زود باشد. تشکر با تو برادر. تشکر.
چیکار میکنید؟ با او دست نرسید. او با ما کمک است. شما چیکار میکنید؟ کاری که باید که شما کنید او با انجام داد. سر دهد او رو. با کی میگویم سر دهد او رو. برای چه قهرمان گیریتو میبرید؟ اینها اینصاف ندارد، ایمان ندارد. سر دهد او رو. به ایمان ها سر دهد گفتم. ای خدا این بیچاره را بردن. سر دهد او رو. ابله‌ها من بعد در این میز یک داماد لازم است. به شما اشتهایتان. با اجازت شما من باید روم، کمک کار دارم. دخترم به من چای ده. من وای آدم رو نکشتم. هنگام احتیاج ماشین رو امانت گرفتم. وقتی دزد امانت میگوید مرا به حیرت میآورد. سردار، اگر اعتبار داده باشد من با خانه های در آمدم یگان ضرر نرساندم. این دفعه در حقیقت درست میگوید. حتی در یکی از خانه ها نوشته است که از جمعه کران آب میچکد. آب را از کران کران محکم کردم. به خانه ضرر نمیرساند اما به صاحب خانه ضرر میرساند. تشبث به جنایت. وای آدم رو من نپراندم، ادوکت گرفتم. حالا میبینید بیگناه بودنم رو نشان میدیم. لیکن حجت های دین تر نمیگوید. بعدی از یتیم خانه فرار کردن تنها یک کار را کرده که این جنایت است. زوری، دزدی، تجاوز به خانه، طلب و تاراج. قسمی دراز حیاتت را در اینجا میگذرانی و ما در این حیاتت یاری میرسانیم. همین طور نیست مدیر؟ البته. اینجا محبس نیست. مدیر کجا است؟ کجا است؟ بیمارخانه روحی. کجایش خندوار است؟ این عینک دکترتون. او را به حجرش برید. سردارم، من چه گناه کردم؟ چه گناه دارم؟ میدونی چی؟ اول برای تو حرمت و احترام را آموزانم. به حجرش ببر. محبس را مدیری داره میکند یا سردار؟ نفهمیدم. گپ نزن، راه گرد. کلید افتاد. مدیر دیده مدیر. رحمت.
چطور کلیت ها را گرفت؟ مدیر با دقت باشید. راه گرد. اطاعت. مدیر با دقت باشید، با دقت باشید. این کلاس به دیگر جنایتکارها تماما مانند نیست، تماما. خواطر نشوید، خودش در حجره می باشد. کنی درا؟ انا این خانه 90. رفیقان، انا این کلاسی مشهور. میخواستم که شما را بر وقت‌تر شناس نمایم، لیکن علاج نبود. 10 سال میشود که ما از پسی امید دویم. برای دیر کردنم یک جان تشکر. او را هر کاری میخواهید کردن گیرید. خدا صبر دهد. تشکر. چند بار پرسیدنی شدم لیکن فراموش کردم. برای چه نامی تو کلاس هست؟ مثلا نام انا این برادر ژاره می باشد، لیکن ما او را کبوتر می گوییم، چون که وی کبوتر را دوست می دارد. با کبوتر خواب می کند، با کبوتر می خیزد، حتی حاجت خانه نیز با کبوتر می رود. با تو در کیست کلاس نداشته باشه. اگر از کیست کلاس پیدا کنم او را پاره پاره کرده می کشم. نترس، در کیسه هم کلاس نیست. چیکار میکنی؟ هنگام دشواری دو میپرتویی؟ نگاه کن، و من نگاه کن. برای گریختن کوشش نکن که همش بفایده است. این محبس از محبس گوانتانامو هم وزمینتر است، فهمیدی؟ بچه ها، مهمان اومد. خوش آمدید نمیکنین مهمونه. راحت کن، کلتکی است. Geçiyor ömrümde dolmuyor. Eşim dostum hiç yanıma gelmiyor. Yok mu hapishane beni arayan, bu zindanda öyle can gardiyan. آقای حکیم، بابا امرو ندیدید که به کجا رفته باشند؟ سحر بر اومده کجای رفتند؟ خدای من، به کجا رفته باشند؟ زنگ میزنم جواب نمیدهند. امک بابایم از سحر اینجا نیم نآمده است. تلفن جواب نمیدهد. تلفنش رو در خانه گذاشته رفته است. به شما یگون چیز گفت؟ هنگامی از خانه بر اومدن پدرم در خانه نبود. آقای حقی، پدرم بر وقت از خانه بر اومدن. بله. به بیمارخانه زنگ زده بودم، رفیقانش رو زنگ زدم جواب نمیتین. از سحر به کجا می رود؟ خواطر نشوید، او خورد نیست، حالا می آید. زهرا تو به کجا؟ ینگه حاضر من برمیگردم. هم قیادت کردم که دستانت را جمع کن. بچه ایده دست خالی آمدی. اینجا محبس می باشد، سمبوسه بیاری نمی شود. برادر سمبوسه چیه؟ تا تحپوشت آوردم. در کجا هست؟ شاورما، خودداگ، پیسته، بادام چکیده، ناز.
چکیدن ناز ممکن نبوده. خیلی درو آوردم چی ریز کردم. چیکار کنیم دیگه؟ این هیکل چینگیز خان نمیرفته باشه اینجا. چیکار کرده گشتی؟ چخیلی؟ چیکار کنم؟ من خوب هستم. دیوانه چیکار دارم؟ اینجا محبس است. کارهای من خوب بود. من در اینجا چیکار میکنم؟ ای برادر زیغ نشو انشالله در امیسه میبروی. تو با چیکار مشغولی؟ ینگه چه حال داره؟ ای بیا مون ینگه تا تیلو را گرفت و گریخت. نه شوکت به تو یک چیز میگویم. این طور شدنش معلوم بود. همه گپی تو رو میگویم. من از کجا میدونم که این طور میشد؟ آن شب وقتی که من شما رو به مهمان خانه بردم. جانم قصد ملت رو ببین چی طور زیبا است. نگفت، هیچ چیز نگفت. جانم چونین نمود ماشین دار میشویم. بر وقت میگفتم. من نفهمیدم که او کاولری پولدار ماشین دار میخواست. همین رو بر وقتر نگفتی؟ خیلی بر وقت میگفتم. آن روز تو در آسمان بودی. با خدا دعا میکنم که اون مرد نمیرد. اگر بمیرد من تمام میشوم. پروا نکن. اون مرد کمتر بیهوش شده است. خدا خواهد پگاه باهوش میبیاید. آقای آروم شوید خودتون رو. کی برو پراند؟ آقای آروم شوید التماس. با من چی شد؟ کی با پراندن من جسارت کرد؟ کنی گپ زن. اکا وای دشمنی ما نیست. یک دوست است که به خونه شما در آمده بود. وای به ناموس رو نابود میسازم. من میکشم آن را. من خلاص میشم. خلاص میشوی لیکن تو رو پراندی. دیوانه برای چی شخصی ناشناس رو بپرانم؟ برعکس برای خودکشی کردنش مانع شدم. باور نمیکنم. از یاری تجلی تو تستر آمدی. تو در خانه او چیکار میکردی؟ یا اینکه به تو زنگ زد که تستر بیا من خودم رو میکشم؟ خیر شد. بیا این موضوع رو محکم میحسابیم. این موضوع رو محکم نمیکنیم برادر. محکم نمیکنیم. چه خیلی که ماشین رو دزدیدی همون خیلی به خانه شخص بیگانه در اومدی. من همه اش رو فهمیدم. با تو چی شده است برادر؟ برای چی به من دروغ میگویی؟ دست رو ده راستش رو بگو. برای چی به من دروغ میگویی؟ وقت تمام شد. خیلی برای چی به من دروغ میگویی؟ مایلاش برادر خدا نگاه. شوکت تو امروز با من چنان خبر خوش رو گفته که بار دیگر زنده شدم. بیا بس. تو برادرم. احوالی خوب است؟ خاطر نشوید. کمتر خاطرش را گم کرده است. و چه خیلی که میدانید دست چپش فلج شده است. اگر خواهید میتوانید به خانه ببرید. کالتاکیل است تنجاستی. آسمان برای گشتاستی. ها حاجت به فرش تازه کنی نموند. مرد از هوش رفته به خود آمده است. اگر حقیقت را گوید از اینجا خلاص میشوم. خیر از سبب جنایت های خردکه کمتر میشتم و میبرایم. شخصی را که از من خلاص کردی یگان چیز نمیگوید. باز خطاگی نکند. چه خطاگی؟ ممکن است که گپ زدن نمیخواهد. نمیدونم. چه خطایی رو یاد ندارم. یگان چیز به یادم نمیآید. زیخ نشوید. خودتون سیاد شدید. برای من مهمش همین است. کارهای تو در چه حالت می باشد؟ یگان مشکلی نداره؟ نه یگان مشکلی نیست. یک دو گپ داشتم بعدتر گپ میزنم. حالا باشد شما استراحت کنید. شما پدر جانی من می باشید. برای حقیقت را گفتن مجبور میکنند. باید حقیقت را گوید برای آن که من او را از مرگ خلاص کردم. اگر وای حقیقت را گوید من در اینجا یک دقیقه هم نمیستم. این طور باشد بسیار کاری خوب کردی. از اینجا می برای تو. نصیب خیر خوش باش. من کار دارم. حالا میبینیم. ساز هستی کفتر بگ؟ یک قخشرویه. امانتتان را همچون گوهرکی چشمم نگاه بین کردم. برای بیگانه حس نکردنشان آیله برپا نکردم. حالی مرا گوش نکرد. با پلیس خانه دار شده دانشگاه را تمام کردن نتوانست. گویا که یک دیگر را دوست می‌دارند. وای بچه احمق است. دختری ما باشد بی عقل است. حیات همین بوده است. زهرا او را تنها گذاشتن مرا غمگین می‌سازد. بابا جان
برای چی اینجا اومدید و خبر ندادید؟ خواطر شدیم. اگر میگفتید یک جا می اومدیم. پدر و مادرم برابر از دنیا رفته، آنها را زیارت می اومدم. این دفعه خواستم تنها بیایم. برای چی؟ ندانم. از تو شکایت کردن خواستم. به پدر و مادرت تو را خاندار نکرده، به پیش آنها رفتن نخواستنم را نقل کردم دخترم. کیست در اینجا؟ در اینجا چی گپ باشه؟ جیلا 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 کلاس این برای تو فرصت است. اگر کبوتر را خلاص کنی 1 هفته تو را از کارهای محبس آزاد میکنم و کشف پهلو زده خواب میکنی. اگر نتوانی با تو جزای حجره داده میشود. میتوانی کلاس؟ میتوانید. میتوانم. بسیار خوب. کنی مهارتت رو نشان ده. روزهای گرفته تا برای خودتان شفاعت هست. ربی من یا ربی من یا رمضان، ربی من الله ماه رمضان. او کی هست؟ کی می شود؟ تبلک زنی غیر قانونی پسرم. صدقه های ما رو همین خیل میگیره، مگر ما حق ما رو به او میدهیم؟ مصطفی برادر، تو کی هستی؟ ها؟ اصلا شما کی هستید؟ ما تبلک زن هستیم. ها، البته از حکومت حجت داریم. از حکومت حجت دارید؟ اگر شما از حکومت حجت داشته باشید، من هم از بالا حجت دارم. او چی میگوید؟ دیوانه هست چی هست؟ ای رب من خانی برادر، کار هر یک مردی نامرد نیست. بینگرد بر افت و اندامتان، در رویتان چون عزمی نوری خداوند نیست. تو با ما جنگ کردن میخوایی ها؟ زمزمه تبرز بیمرزی است، سخنهای عزمی همش بنرزی است.
هر کی را نامش عزمی از بد هیبت است، نام من هم داملا عزمی است. این پیرکی چی میگوید ها؟ کنی جوابی دهانی او را بده، بعدا دهان و بینیش رو میشکنیم. در بیخ گوش من یگان پشه ویز میکند مگر، یا این که موی سفیدی در روبرویم ایستاده دیوانه هست مگر. تحقیر مکن تو مرا، گبزنی محل را. چوب دستت را گرفته در سرت من ریزه بارا میکنم. من به تو عصبت را ویران میکنم، خبرت را میکنم. گپی بسیار نزن موی سفید، من آدمی گنده هستم. حواله گنده بر خدا، روی آدمی گنده سیاه. عاقبت در زیر خاکی، خاک بال در روی خاک. در سرت با سنگ میزنم، با بالای کوه میدوی، باز بسیارتر عصبی شوم، نت میکنم. سخن دانسته گوی تا دوست را دشمن نگردانی. چون خرید دجال من تو را سواری میکنم. صغیر ساز گپ زن، امکانیتت را تنگ نکن موی سفید. صبری من تا جای است، در سرت موش میخوری، به خانه‌ات رفتن نمیتوانی. دغدغه بسیار مکن مثل سگی کوچگی. در تای پات و نخت هر کس به خانه خود، یا که خانه نداره پستتان میکنم، خبرتان را میکنم، برده میگرانم. زود گم شوید وگرنه شما را. تو کی رو نگرس، کن اینجا بیا، اینجا بیا.